سلام دوستای خوبم، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا هستی حالتون خوب باشه. امروز اومدم با یه آموزش دیگه. امروز می‌خوایم با هم دیگه خورش بامیه فوق‌العاده خوشمزه با هم دیگه درست کنیم. موادی که لازم داریم ما اینجا، من اینجا از گوشت گوسفندی استفاده کردم. شما میتونی از سینه مرغم استفاده کنی و بامیه، ادویه، نمک، زردچوبه، فلفل سیاه و یه تیکه چوب دارچین، رب گوجه فرنگی، 3 قاشق غذاخوری و 2 تا پیاز متوسط که من رنده کردم. شما میتونید نگینی هم خورد کنید و 2 تا لیمو عمانی. اگر هم لیمو عمانی نداشتی یا نخواستین داخلش استفاده کنید، میتونید از آب لیمو یا آب قوره استفاده کنید. بریم که با هم دیگه این خورش بامیه رو درست کنیم. فقط چند تا نکته ریز داره که اگه اینا رو دقت کنی خورش بامیه شما فوق العاده میشه. روغن که داغ شد، پیازایی که رنده کردیم رو اضافه میکنیم به قابلمه. میذاریم پیازا سبک بشن یه مقدار. پیازامون که یه مقدار سبک شدن و تغییر رنگ دادن، گوشت رو اضافه میکنیم. گوشتم یه مقدار تفت میدیم که رنگش عوض بشه. زیاد سرخش نمی‌کنیم، باعث میشه گوشت شما سفت بشه و دیرپز بشه. گوشت که یه خورده تغییر رنگ داد، رب گوجه رو اضافه میکنیم. ربم حسابی تفت بدیم تا بوی خامیش گرفته بشه و خورش شما خوش رنگ بشه. ربم حسابی سرخ کردیم. حالا ادویه رو اضافه میکنیم. زردچوبه و فلفل سیاه. این مقدار اندازه ادویه دست خودتونه. حالا حسابی اینا رو با هم دیگه تفت میدیم. بچه یه چیزی هم بهتون بگم، توی خورش بامیه میتونی از لپم استفاده کنی، ولی اصلش لپه نداره. این غذا مال جنوبی هاست، فوق‌العاده خوشمزه است، خیلی پرخاصیت و مقویه. ادویه‌ام که اضافه کردیم، یه تیکه چوب دارچین که داشتیم اضافه میکنیم. دوباره یه تفت کوچیک میدیم. حالا آب جوش اضافه میکنیم. حتما توی خورشتاتون آب جوش بریزین که مزه خورشتون خیلی بهتر میشه. اصلا از آب سرد استفاده نکنید. حالا بقیه آب جوش هم اضافه میکنم. حالا زیر گاز رو زیاد میکنیم، میذاریم قشنگ قل بخوره این آبه. وقتی که قل خورد زیرش رو کم میکنیم، با حرارت خیلی ملایم اجازه میدیم 2 ساعت تا این خورش ما جا بیفته، گوشتمون بپزه. یکی از رازهای خوشمزه تر شدن خورش، همه نوع خورشی، اینه که با حرارت خیلی پایین و زمان زیادی رو بذاریم تا این خورش ما حسابی جا بیفته. الان میبینید داره حسابی قل میخوره. من دیگه اینجا دارم زیرش رو کم میکنم، با حرارت خیلی پایین اجازه میدم تا این خورش گوشتش بپزه. یه مقدار روغن میریزیم داخل مایتابه. حالا بامیه رو سرخ میکنیم. حالا یه مقدارم نمک میریزم روشون. بامیه رو برای این سرخ میکنیم که توی خورش باز نشه. قشنگ سرخش میکنیم یه مقدار این بامیه ها تغییر رنگ بده. تا اینجا که بامیه دارن سرخ میشن، 2 تا لیمو عمانی هم که من از قبل ریختمش توی آب ترکیشو گرفتم میریزم داخل خورشتم. اینجا که خورشتمون داره میپزه با حرارت پایین. 2 تا لیمو عمانی هم که من از قبل ریختمش توی آب ترکیشو گرفتم میریزم داخل خورشتم. اینجا که خورشتمون داره میپزه با حرارت پایین. 2 تا لیمو عمانی هم که من از قبل ریختمش توی آب ترکیشو گرفتم میریزم داخل خورشتم. اینجا که خورشتمون داره میپزه با حرارت پایین.
بامیامون دیگه اینجا سرخ شدن. همین قطعه مقدار سرخ بشه رنگش عوض بشه دیگه کافیه. بعد 2 ساعت که این خورش ما گوشتاش پخت دیگه حالا بامیه رو اضافه می‌کنیم. بامیانم که اضافه کردیم میذاریم نیم ساعت 40 دقیقه بمونه تا حسابی خورش ما جا بیفته. این خورش برعکس خورش‌های دیگه نباید خیلی آبکی باشه. درشو میبندیم دیگه. تو این مرحله هم دیگه نمکشو خودتون اندازه کنیم مقدارشو. حالا اجازه میدم نیم ساعت دیگه تا این خورش دوباره جا بیفته. خب اینم از خورش بامیه ما. ببینید چه لابی انداخته دیگه، عالی شده. بعد شما رنگ رو ببینید فوق‌العاده شده. امیدوارم درست کنین و خوشتون بیاد. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.